سلام، وقت بخیر. امروز چهارشنبه 19 قوس 1404 برابر به 10 دسامبر 2025. من زهرا شمس هستم با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از کابل تریبیون. سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان گفته است که اداره طالبان قدرتمند است. او گفته است که حتی قدرت‌های بزرگ جهان نتوانستند جلوی طالبان را بگیرند. حقانی از پلیس خواسته است که مقام و رتبه را رها کنند و با مردم با نرمی رفتار کنند. تاسو ته اطمینان درکوم چې هیڅ شخصي تعصب په دې نظام کې نشته. که هر څومره دښمنانو تبلیغات کړي دي چې ازبکو پښتونو. دادگاه عالی طالبان 7 نفر را در میدان وردک و سرپل به اتهام رابطه خارج از ازدواج شلاق زد. دادگاه 2 نفر در میدان وردک را هر یک 25 ضربه شلاق زده و به زندان محکوم کرده است. در سرپل 5 نفر از 25 تا 39 ضربه شلاق خورده و به زندان محکوم شدند. نهادهای حقوق بشری گفتند که این اقدام نقض حقوق بشر است. جورجیت گانیون معاون یونما از طالبان خواسته است که به حقوق بشر احترام بگذارند. او گفته است که زنان و دختران افغان هنوز از آموزش، کار و آزادی بیان محرومند. گانیون تاکید کرده است که مشارکت آنان برای بازسازی کشور ضروری است. حسین سیمایی صراف وزیر تحصیلات ایران از ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان انتقاد کرده است. او گفته است که حذف نیمی از مردم درست نیست. آموزش دختران و پسران در کنار هم ضروری است. ضیاءالله هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات طالبان گفته است که این سخنان مطرح نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا کشورهای اروپایی را ضعیف و در حال زوال توصیف کرده است. او گفته است که برخی رهبران اروپا احمق هستند. ترامپ افزوده است که ولادیمیر زلنسکی باید در مذاکرات آتش‌بس مصالحه کند. پلیس ایالت کنتاکی در ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است که در تیراندازی دانشگاه 1 نفر کشته شده است. 1 نفر دیگر زخمی شده و مهاجم بازداشت شده است. مقام‌ها گفتند که تحقیقات برای مشخص شدن انگیزه تیراندازی ادامه دارد. این بود اخبار این ساعت که تقدیمتان شد. برای دنبال کردن اخبار و اطلاعات بیشتر ما را در شبکه‌های اجتماعی کابل تریبیون دنبال کنید. شب روزتان بخیر. خدا نگهدار.